سلام، رحمانی هستم و با تدریس صفحه 69 نگارش دوم در خدمتتونم. سوال 1. نوشته زیر را پررنگ کن و با خط زیبا بنویس. این قسمت رو باید پررنگ کنی و توی قسمت‌های بعدی هم به همین صورت باید نوشته رو یادداشت کنی. سوال 2. سوال 2 گفته تصویرها را شماره گذاری کن و داستان کوتاهی درباره آنها بنویس. بچه‌ها ما اینجا یک کوزه‌گر رو داریم می‌بینیم که مراحل کوزه‌گری رو داره انجام میده. اولین مرحله شکل دادن به گل رو روی این صفحه چرخان میذاره و یک شکلی به گل میده شبیه به کوزه. پس این میشه مرحله 1. توی مرحله بعدی کوزه ها رو باید یکم بذاره که خشک بشن، از حالت گلی خارج بشن که اینجا میبینیم کوزه ها رو چیده اینجا تا خشک بشن. توی مرحله بعدی توی مرحله 3 کوزه هایی که خشک شدن تقریبا رو میذاره داخل کوره تا بپزن. به این مرحله میگن پختن کوزه. پس کوزه ها رو توی کوره آتیش قرار میده تا بپزن. بعد از اینکه پختن توی مرحله 4 بهشون رنگ میزنه. بعضی از کتاب ها این مرحله 2 و 3 رو جابجا نوشتن. اومده بعد اینکه کوزه رو شکل داده گذاشته داخل کوره. کوزه‌ای که خیس هست رو اگر بذارید داخل کوره اصلا به درد نمیخوره. باید یکم بذارید خشک بشه بعد بذارید داخل کوره. پس 1 2 3 4 این مدل درسته. بریم قسمت بعدی رو با هم ببینیم. در مرحله بعدی باید یک داستان بنویسیم برای این کوزه‌گر که من داستان رو به این صورت یادداشت میکنم. استاد کوزه‌گر یک هنرمند است. او با وسیله‌های خود و گل کوزه‌های زیبا می‌سازد و برای محکم کردن کوزه‌ها آنها را در کوره می‌پزد. سپس با قلمو و رنگ نقاشی‌های زیبایی روی آنها می‌کشد و در اختیار مردم قرار می‌دهد. و این صفحه به صورت کامل که بتونید یادداشت کنید. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو مشاهده کردید. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه و برای حمایت از ما لطفاً ویدیوها رو لایک کنید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو دنبال کنید. خیلی ممنون. خدا نگهدار.